دختر کجایی شو تو؟ به دیکنه بگال شاید بیایه. خوب نگو همین شو خوب همین با مشت خوب بگیر ایشته مادر جان همین گپی که میزنی به حرفتو نمیکنه همین کاری بکن که به حرفتو بکنه نگاه کن زنه که برای تیشتی چیزایا شو خوب رسونده توقیت داری برسونده گوش خود چی بگم دیگه نون متیار او متیار دیگه به جای ما برم به من اجازه میده ایت سختگیری نمیکنه همه کمی نمیشه که تو به جایم نه ما تو را جایم بگردونه خوبه بگردونه تو که به حرفی نی به حرفی نکو هر چی تو بگه بگو فقط بگو خوب به حرفی نکو باشه دیگه شما بیدر تو کنمشی پیرنا چی کمال ببرتونه چی دیگه این سطح قرخشوریه اینا پتدی اینی روسری سطح روسریه اینا پتدی پول از بستو براتن جدی لیبیا خوب بخواه خوب پیرنا بودم مارکیتا پیرنا بودی بستو به من خوکو همین ته میکنه مادر جان باش که بیایه تو از کی میمونی؟ هیچکی راست میگه این که خوب گپ میگی ما همین 1 ساله به بعد من میپوشم خوبه چی بودت میخوره؟ شو تو بیا مدانی سلام علیکم سلام منداره بشی خوشی جان اشتنیم خوبی شکر خیلی خوش آمدین خوب هستین الحمدلله سلامت باشیم سلامت باشین زنده باشین اشتنیم خوب هستین زن دیگه بخی پیالگه چای بیاره که بیت مونده اون بارا یا بده کن تا اینو تک کردیم و جا به جا کردیم چی میگیم چای بیاره؟ چای ما نیه چرا می چای بیارم؟ از صبح تاشون با خونه یک سر بچه دادی میکنم دیگ بار میکنم ظرف میشورم رخ میشورم خب بخزیم بریم خود شما چای بره خب بریزیم دیگه پیاله چای هم بریم ما 2 نفر بریزیم به باز از کی ایت شده که به جلو گپ میزنی باز به من چای نمیاری ها برو بمار تو دستور میده که وقت برو به من چای بیار تو کی نی برو خود تو بخور چای بیار دختر از کی میمونه زنگاه برو رو نگاه کن هم قرار 6 تاشون خودیم موبایل ها خو دارم نگاه میکنم بخزن شوی نه همه کارا میکنن این چیکار میکنه به خوشو جان شما چریت کارو میکنیم عوضی که بیایم دختر خود نصیحت کنیم او رو بفهمونیم او تجربه که شما داریم این نداره بگیم که راه اینه چای اینه شوهر به سر حقوقی داره شما بیشتر روی انگیزه میدین خب راست میگم مادر جان راست میگم چی راست میگم آلی همین راست میگم که به من چای تو نیاری یعنی من مونده الان چای نخورم اشتنه که من از صبح تا شام کار میکنم اگه شما به بیرو کار میکنی خب من که از صبح تا شام تا خونه جون میدم شما کی بود یک دفعه بکردین که من یک پیرهن بستانیم بیاریم بگی من این پیرهن زن خوب بود 1 سال این پیرهن میپوشم خب من به تو پیرهن بخریدم گفتی به خوش خود خمستون با خوش خود خوب بخریدی گفتی مادر فلانی همین رنگ داره من این رنگ نمیپوشم باز تا گفتم من بره خود خوارم با گفتی خوارتم با دشمندری داره خودم پیرهن اصل نستونده بدل استون خب من به کدوم ساز شما برسم بونه گیری کنیم نما یکی تگه پا بزنیم مردی باشیم که یک دفعه مر به جلو خو کنیم بگیم زن حاضر شو که بریم تو بگورم تامیدم دکونا برو خود چیز میزی بستو انا چری مزدن کا برو خود چی که میدارم هر دفعه عروسام یک شب دنیا برس همین به چیزم کجای همین استوران میرم پیزا میخورم کباب میخورم این چیزا میخورم حالا اونا توان دارم آخه ما چرا غذا بیرونی بخوریم دخترم اسکی میمونه راست میگم ازش که دخترم نمیمونه خوشی جان عوضی که دختر خود نصیحت کنیم دختر خود انگیزه ندیم نگذاریم خوریم و خراب شه دختر نصیحت کردیه دختر بفهمیدیه تو نمیفهمی خوشی جان اگر شما میاییم که خانواده رو به هم بندازیم خونه ما رو مایم خراب کنیم که هرگز خدا دیگه خوشی به همین خونه پا خود نگذاریم خوبه بسته دیگه پا خود نگذاری مثل اون بلا خود خودت میزنم بود بابا خودی خوب تا نمیزنه خاکشه تا خونی من نگذاری بشینی مادر جان چی؟ نه بیرون دیگه نه مادر نارد چی میدم خونی ازی بر بابا خودی لقمه نیون خوب چی که پا میزنه آخه تو نگاه کن آخه چی؟ همین ماستیم که مادر به قرار کنه بره دیگه نه یه بخونی ما همین ماستیم آخه تو نگاه کن پیار تو میایه از زبون گل میشنوی آخه مادر تو میایه غیر از تو به هم بندازه می رقم نمیشه مادر به جز خوبی دیگه چیزی نمایم بفهمیدین خوبی تو مایه بله آخه ما تو چی کم بودی داره خیلی کم بودی دارم من دیگه این رقم نمیشه من مگر به خسور زنگ زنم هر دفعه خوشوم میایه زندگی من از هم میپاشونه این واسه گور نصیحت کنه هیچ چی نمیگه این رقم که نمیشه مگر مدام خود طلاق باشون بابا تو خوشویی مادر منی تو اگه بفهمی
سلام اجی کاکا اشتنیم خوبیم تیار خوشحالید زنده باشیم سلامت باشید بله شکر خدا خوبم دختر شما خوبم بم خونه میگم اجی کاکا اگه یک دفعه لطف کنیم بم خونه ما بیاییم خیر بینیم یک دنیا ممنون دیگه هیچ گپی نیه خیر بینیم فقط شما بیاییم همینجا یک مشکلات که خوردی داریم تشکر قربان سر شما کاکا جان خداحافظ شما خدا خیر بخیر بیاین بخیر آخه مرد گپ کلون نکو این کار کردی که مادر من از خونه من بگردونم تو که میشناسی آقا که اشته مجازی دارم میگم اون وقتی که مادر تو میای به همین دزی میکنه هرگز خدا نه آقا من برو مثل مادر خود دوست دارم به شرطی که به خوبی بیایه مادر من هیچی نگفتم بفهمیدی هیچی نمیگیم پیش آقا من یا الله سلام علیکم سلام علیکم کاکا جان خوبه تیار خوشحالیم ساعت شما خوبه خیلی خیلی خوش آمدین چی گپای بخیری الحمدلله خوب هستین کاربارو شکر خدا خوبه شکر شما سلامتین شکر فضل خدا زنده باشیم شکر خدا الحمدلله خوبیم شکر اشتنیم نگه خوبیم شکر فضل خداوند سایه شما را از سر ما کم نکنه شما جوانارم زنده داشته باشه زنده باشیم میشنم بگو جان کاکا میگم کاکا جان اگه راست بپرسیم شما میاییم با خونیم و دمی که میریم تا یک هفته گل میگیم موزن و گلم میشنویم همین خوشیمو با مجردی که با خونه میایه تا هم میشینم که بگم پیاله چای بخورم جنگا شروع میشه همین دختر خور همین تا انگیزه میده که خودم دیگه 2400 به جنگ تا هفته دیگه من بفهمیدم جان تو دهن خور واکدی بفهمیدم میگو به دختر بله اگر تو دختر منی از رگ و ریشی منی از خون منی خیلی شوخ و گذاره کن به خدا به چی می عمره کرایی نمیکنه هر چیزی تکراری میشه ولی عمر تکرار نمیشه همین یک گلاس چای بخوریم شوی بهم خنده و بهم اختلاط به گپ مادر خو نکن گپ مادر خو هیچ وقت نکن که خونه تو خراب میکنه به چی نه مادر من خب پی بدیمه که نمیگم اشته پی بدی تو نمیگه همین که میاد دو که نمیگم میزتم به سر از به چی مسلمون قیقداد میکشی همین زن باید بفهمه که شو به خونه داخل شد به طرف سی کنه بعد بفهمه که شو امرو چی وضعیت داره اصلا اجی کاکا من توان دارم که بزی به ما یک دست رخ بستونم بیشتر ندارم او میگه نه تو چرا هفته یک دست رخ به دختر من نمیستونی چرا دختر من ایت چیزایی که مردم داره با هتل‌ها میرن پیتزا میخورم شب نشینی میگن چرا دختر من نمیستونی غلط میکنه خدا تعالی بگو چیکار کنم سرپیری باور کن خب منم میت خسته نکرد از این کارا که 24 ساعت خدمه عروسا بگو بشنو تو چه کار کرد اون چه کار کرد حالی هم بود بیا بوده باز بینجا جان بابا فقط زندگی خوب چسبک همین خواهش دستو دارم به گپ مادر خود وقت چه نکن من رفتم این دو کلمه گپ کرای نمیکنم خیر ببین کاکا جان بستیم بشه که چای بیارم اگر پیار خود می به گپشو خوب بکن اگه نه که نمی دیگه اختیار خود ای کاکا جان یک دنیا ممنون تشکر از لطف شما زنده باشی خداوند شما خیر بده خداوند 100 سال دیگه شما زنده داشته باشه که به فکر زندگی ما هستیم میگم زن پیاله چای ولی به من میاری باشن میرم ای خدا تو خیر بده همین تو آدم بزرگی که باشه همیشه زندگی ها سر سامون میگیره همین بعضا که دخالت میکنم به زندگی آدم خراب میکنم خدا خسور تو 100 سال دیگه زنده دیش باشه زن اینجا آخه این معامله که جور نشه این معامله این معامله که خدا این رفیق خدا رو میخواد خب اگه باشه قرار موتر نه متگارزی موتر نداشتی؟ میتونی موتر صفر لوکس باشه به من رانندگی یاد باز نه رانندگی که یاد بده من خودت من تخت سفر پل پشتو پل هاشمی همینجا خلوت با تو موتور سواری هم یاد میده خودت یاد بده بازو بتونه ما موتر ببریم میگم خیلی پیشم بجین آقا پوز بدی نه دیگه دل جمع باش به آرزوات و هر آرزویی که نداشته باشی به آرزوات میرسه تو زن خوبی هستی دختر خوبی هستی هر کاری میگی چشم انال اگه بخوای یک چای برام بیاری خیلی خوب میشه میگم الان با که ما جواب تو بده خب خوبی هست از دو طرفه اگه ما خوبیم تو 10 برابری خوب 100% میگه پشت هر مرد موفق یک زن موفقه من واقعا از تو راضیم شکر الحمدلله همه چیز ما خوش بی غم دنیا زندگی همینه دیگه درست خوش باشه خدا همین روزا میگن رفیقا حسودی میکنن میگن تو چه کار میکنی که هر روز وقتا تو کرده میای سرزنده شاداب قبراق میای
اشتی کنم میگم زن باور کنه اگه بیرون چینگ پیران ملکه داشته باشه میگه بیرون کن میگم چره میگه اینه تو میری به بیرون کی به کی میگم زن به من بگم میگه این زن شلختی داره. خب من میگم خوش دارم که ترتمش شکو پیک بری بیرون بگرده. خب برای خودت هم خوبه. خب میگم دیگه برای تو خودت هم خوبه. ای خدا خیر بده پیرتون. یه آدم خوبی.